سلام دوستان، دو نمونه سیم امروز آماده کردیم برای بررسی پیوستگی و کیفیت سیم. خب یک موضوعی از توی بحث تست ممکنه بعضی مسیرها خیلی کوتاه باشه و واقعا تشخیص که ما تو اون مسیر کوتاه ببینیم سیم جنس استاندارد استفاده شده یا نه، خب سخت هستش، مشکل هستش. از قصد اومدیم سیم ها رو کوتاه انتخاب کردیم، حدود 30 سانت، و تست هم میخوایم با دستگاه متر به روش 4 سیمه که تنها تست پیوستگی هستش که در بین دستگاه مولتی فانکشن در روش 4 سیمه فقط دستگاه متل داره انجام میده این تست رو و دقیق ترین روش تست هستش. خب تو این روش حالا اول سیمش اول رو میخوام بسنجیم. ببینید 31 صدم اوم به مقاومت دادش. حالا بیایم سیم بعدی رو تست کنیم. خب ببینید 300 اوم تقریبا هر دو عدد برابر هستش. خب با توجه که ما میدونیم سیممون کدوم استاندارد و کدوم یکی نیستش، پس این عدد برای ما عدد قابل استنادی نیست، با اینکه دقیق ترین روش هستش این روش. خب ممکن تو مسیرها، میگم بازم دوباره تکرار، تو مسیرهای کوتاه و واحدهای حالا مسکونی کوچیک ممکنه این اشکال به وجود بیادش. نکنین بررسی ظاهری بیایم انجام بدیم. ببینید این سیم یه سیم غیر استاندارد هستش، کامل رشته‌هاش مشخصه، شاید حدوداً کمتر از 20 رشته سیم داشته باشه، ولی این یک سیم استاندارد هستش. ببینید تقریبا حدوداً 40 رشته 40 خودی رشته سیم داره، تقریبا 2 برابر هستش، با اینکه هر دو سایز 2.5 هستش. این که تست ظاهری کامل مشخص هستش. خب تست یک با شلم و فندک یک تست کوچیک بگیریم. ببینید این سیم غیر استاندارد کامل وقتی که زیر رشته ها میگیرید رشته متلاشی میشه و به نوعی مشخصه کامل این سیم غیر استاندارد هستش. حالا این سیم استاندارد الان بررسی کنید. ببینید هیچ تغییری در رشته‌های سیم ایجاد نمیشه و شکل و فرم ظاهریش رو کامل حفظ میکنه. کامل مشخص هستش که دو تا سیم چه تغییراتی داشتن. ممنون از توجهتون.